یکی از ایرادات شایع تو موتور نیسان یا همون موتور Z24 خودمون گرفتگی کانال های بین دوتا سیلندراشه. ما 3 تا کانال بین سیلندر داریم و اینا به مرور زمان به خاطر اینکه از آب نامناسب استفاده شده کیپ میشه و فضای بین دوتا سیلندرمون به درستی خنک نمیشه. و حالا من این کانالا رو با استفاده دیگه مته 4.5 5 چیزی گشاد میکنم که هم خیلی سریعتر خنک میشه و هم امکان گرفتگیش به حداقل ممکن میرسه. تو مرحله اول از یه دونه مته سایز 3.5 استفاده میکنیم و حالا توی مرحله دوم از یه دونه مته سایز 5.5 استفاده میکنیم.